رو هم به این شکل یا افقی گذاشتن کنار هم. سنگی که عمودی سوار شده بدون ملات، بدون مواد چسبنده، خشکی رو هم سوار شده. سنگ هیچی برش نیست. اگه جایی بهتون گفتن سنگ رو سنگ بند نمیشه بگید اینجا شده. چرا بند شده؟ چه اتفاق افتاده؟ چون 15 تن بار دیگه چسبنات نمیخواد، سنگینیش نگهش میداره، بس میشه. بس اینا خشکچی رو هم الان. این دو تا شیشه دقیقاً رو هم سوار شده. این آجا عمودی است. حالا میخوان افقی بذارن کنار هم باز نشه. قبل از که این سنگ 15 تن رو بذاره بالا، سنگ تراشه رفته اون بالا نشسته، از بالا یه شیار بین دو تا ایجاد کرده با قلم تیشه. اون شیارا رو اینجور از بالا با بسته فلزی پر کرده، منگنه کرده. بعد سرب مذاب ریخته رو بسته فلزیه، سربو صیقل کرده هم سطح این که شده سنگ و سروش. پس اون زیر اینا با بسته فلزی اینجور با هم منگنه هستن ها. افقی ها منگنه، عمودی ها خشکچین با هم سوارن. اینو دقت داشته باشید. و تو سایه هم اینجا وایسادید. بالای سرتون 20 متر دیوار ریخته پایین. و این حجم خاک و آجر و خشت وقتی ریزش کرده تمام این قسمت ها این نقشه رو برده زیر خاک. اینا همه اصلا سرجی خودش فکر کنم نخوردم مرمت هم نشد، چون هزاران سال زیر خاک بودن و زمان رضا شاه از زیر خاک بودن بیرون. ولی ستونان نگاه کنید بیرون خاک بودن، روزگار و سرما و گرما شب روزشون آورد.